سلام دوستان عزیز، خوش اومدیم به این ویدیو خفن. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن آموزش شلاقی که خیلی نیاز داره. ببینید شما این شلاقی بلد باشین یه کالا پلیر لژند میشین. اصلا خیلی هنوز بلد نیستم. من همین 2 روز پیش یاد گرفتم، گفتم حالا که من یاد گرفتم چرا به آموزش ندارم، به بقیه هم یاد ندارم. معلومه که میدم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم لایک و ساب کنید و یه کامنت انگلیسی هم بزنید که لایکتون نپره. ببینید شما با 3 تا حرکت میتونید یه شلاقی خوشگل بزنید. اولین نکته اینه که وقتی میرین تو بک‌گراند همون لوت شات با هر گانی میشه. الان من میزنم چون شاتگان دارم میگم شاتگانتون یا هر گانتون رو بیارین رو پایینی بذارین، یعنی رو شماره 2، چون شماره 2 اینجوری برمیداره سویش که میکنی از بالای سرش برمیداره رو شماره 1 شلاقی میشه، اما اصلا نمیشه گفت شلاقی. نگاه کنید از زیر شلاقی میزنه، از زیر دستش میکشه بیرون، قشنگ نمیشه. پس بهتره بزنید روی شماره 2 و شما با 3 تا حرکت میتونید یه شلاقی خوشگل بزنید. جامپ، نایف، حتما با کاتانا باشه. جامپ، نایف، فینیشگان، تمام. جامپ رو که زدین نایف و فینیشگان رو اینجوری همزمان بزنید. اینطوری این حرکتی که بزنید راحت میتونید یه شلاقی بزنید. نگاه کنید به همین راحتی میتونید شلاقی خوشگل بزنید. ببینید میتونید مثلا قبل از جامپتون یه اسلاید هم بزنید که یه اسلاید خوشگل هم بزنید که قشنگتر بشه. مثلا اینطوری یه کوچولو ساده است، نمیگم ساده است، مثلا یه اسلاید بزنید خوشگلتر میشه. اگه دوست داشتید میتونید با اسلاید هم بزنید. الان چند تا کیل بگیریم با همین شلاقی. ببینید شلاقی خیلی خوبه. شلاقی در اصل یه باگه که مثلا وقتی داریم نایف و نایف که میشه شلاقی ده میپرین نایف رو داریم شلاقی میزنیم، همون موقع گان رو فیش میکنیم بذاری نایف گان شلاقی میشه. یه باگه و خیلی خوبه. اولین باگیه که نیاز شد برای همه کالافلیره. خب دوستان یه زیاد پرحرفی نکنم، اگه صدام بد بود ببخشید کنم، وسیله یا میکروفون چیزی هم ندارم. اگه از این ویدیو خوشتون میاد ممنون میشم لایک و ساب کنید و 2-3 روز 3-4 روز دیگه یه ویدیوی دیگه هم داریم، اونم آموزشی هست، اون برای مولتیه. و فعلا تا 3-4 روز دیگه خدا نگهدار.